واقعا بهشون ضربه زد. شاید به خاطر یه احساس امنیت کاذب بود که به خاطر این بود که خیلی از تانک‌های لئوپارد هدف پهپادها قرار نمی‌گرفتن. اولش هیچ قفسی روی هیچ کدوم از تانک‌های آبرامز توی اولین عملیات گستردهشون ندیدیم و همین باعث شد که خیلی از این تانک‌ها توسط پهپادها آسیب ببینن. این باعث شد که اوکراینیا تعداد زیادی از این قفس‌ها رو روی آبرامز نصب کنن و همینطور زره انفجاری رو هم روی جاهایی که قبلاً براشون طراحی نشده بودن بذارن. روس‌ها حتی شروع کردن به نصب این قفس‌ها توی کارخونه‌ها با طراحی‌هایی که زره‌های واکنشی انفجاری رو هم توی قفس‌ها ادغام می‌کرد. ولی خیلی از این طراحی‌ها واقعاً بهترین گزینه نیستن. به خصوص چون جلوی خروج سریع خدمه از وسیله رو میگیره. اما آخرین طراحی شاید عجیب ترینش باشه. به جای اینکه واقعاً تانک رو با قفس یا سیم‌ها بپوشونن، از نوارهای لاستیکی استفاده کردن. اینو در نظر داشته باشین که این مدل توی کارخونه ساخته شده، نه به عنوان یه تغییر میدانی. هنوز توضیح دقیقی از هدف این طرح ارائه نشده.